منوچهر و جنگ با تورانیان. پس از قتل ایرج مردم ایران در اندوه فرو رفتند و زمین از خون و نفرت پر شد. اما نسل بعدی به ویژه منوچهر نوه فریدون آماده شد تا عدالت را برقرار کند و خون ایرج را بازستاند. منوچهر جوانی شجاع و خردمند بود و با یاری مشاوران و پهلوانان خود سپاهی گرد آورد. او تصمیم گرفت به سرزمین‌های تورانیان حمله کند تا نه تنها انتقام ایرج را بگیرد بلکه امنیت و آرامش را به ایران بازگرداند. جنگی سخت و طولانی در گرفت. سپاه تورانیان به فرماندهی افراسیاب قدرتمند و پرتعداد بود، اما ایمان و شجاعت ایرانیان برتر بود. منوچهر با تدبیر و دلاوری راه‌های دشمن را بست و بسیاری از دشمنان را شکست داد. در این نبردها منوچهر ثابت کرد که حفظ عدالت و دفاع از مردم از هر قدرت و تعداد سپاه مهمتر است. او همچنین مرزهای ایران را تثبیت کرد و نسل بعدی پهلوانان از جمله رستم زمینه را برای مبارزات بزرگتر آماده یافتند. این اپیزود نشان می‌دهد که انتقام عادلانه و ایستادگی در برابر ظلم پایه‌های حفظ یک سرزمین است و تاریخ ایران با این جنگ‌ها و دلاوری‌ها شکل گرفته است. برای دیدن ویدئوهای بیشتر چنل روایت جاویدان را دنبال کنید.